درود بینندگان عزیز، معاون رهبر آژانسی رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا یوساید خانم ایزابل کاولمن با یک سفر دو روزه در تاجیکستان قرار دارد. آژانسی یوساید یکی از کمک‌رسان‌های اساسی تاجیکستان میباشد. این نهاد زیرتابع حکومت آمریکا بعد صاحب استقلال شدن به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک رسانده است. یاری‌های این سازمان اساساً برای رشد اقتصاد، تندرستی، معارف، مبارزه با کم‌غذایی و کم‌بضاعتی، یاری به دهقانان و غیره روانه شده است. خانم ایزابل، شما را به تاجیکستان خوش آمدید میگویم و نخست میخواستم پرسم که هدف از سفر شما به تاجیکستان چیست؟ تشکر زیاد. سفر من به تاجیکستان در دایره بازدید از منطقه آسیای مرکزی انجام شده است. در دایره این سفر من از قزاقستان، قرقیزستان و نهایت از تاجیکستان بازدید کردم. برای انجام این سفر چند سبب جای دارد. پیش از همه با تاجیکستان شریکی دراز مدت داریم. ما با هر یک کشور منطقه پس از آنکه آنها استقلالیت به دست آوردند، شریکی و همکاری های خوب را به راه ماندیم و زیاده از 30 سال است که با این کشورها شریکی خوب داریم. از جانب دیگر تشکیلات یوساید برای پیشبرد سودای منطقوی و اینچنین همگرایی منطقوی بین کشورهای آسیای مرکزی کوشش‌های ضروری به خرج داده ایستاده است. علاوه بر این، اداره ما در قزاقستان مدیریت افغانستان را به عهده دارد. من امکانیت داشتم در آنجا با فعالیت این اداره از نزدیک شناس شوم. از جانب دیگر، من با فعالیت یوساید در هر کشور شناسایی پیدا نمودم. من در تاجیکستان بسیار سفر خوب داشتم. ما امروز با تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون همکاری داریم. پیش از همه در ساحه تندرستی و به خصوص در سمت مبارزه با بیماری‌های سیل و ویروس مسمومیت بدن کار کرده ایستاده‌ایم. علاوه بر این، در دوره پاندمیای کووید 19 ایالات متحده به مردم تاجیکستان 4.5 میلیون دلار واکسینه ها را پیشنهاد نمود. سمت دیگری همکاری ما این رشد اقتصادی می باشد. در این بخش من امکانیت داشتم با بعضی شریکان لایحه‌های یوساید واخوری نمایم. علاوه بر این، ما در ساحه معارف با تاجیکستان همکاری بی‌نهایت خوب داریم. برای همین من امروز به تاجیکستان سفر کردم تا از همکاری در این ساحه‌ها از نزدیک شناس شوم. البته برای رهبری سطحی عالی یوساید بی‌نهایت مهم است که با فعالیت خود در کشورهای گوناگون از نزدیک شناس شوند و معلومات ضروری داشته باشند. اینچنین امکانیت داشتم با کارمندان محلی یوساید در تاجیکستان شناسایی پیدا کنم. روز گذشته خوراک شام خوبی داشتم. امروز من از بعضی برنامه‌هایی که یوساید در تاجیکستان تطبیق کرده ایستاده است دیدن نمودم. علاوه بر این، امکانیت داشتم با یک چند همکاران از ساختارهای حکومتی واخوری‌ها داشته باشم. تشکر. من در پیشگفتارم گفتم که آژانسی یوساید بعد سال 1992 به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک کرده است. هدف از این کمک‌ها چی است؟ مقصد اساسی ما کمک به مردم تاجیکستان می باشد. البته افضلیت‌های همکاری در زمانهای گوناگون موافق نیاز مردم تاجیکستان تغییر یافته ایستاده است. لیکن ساحه‌هایی که امروز همکاری کرده ایستاده‌ایم از چند بخش عبارت می باشد. پیش از همه ما در ساحه تندرستی یک همکاری بی‌نهایت وسیع داریم. امروز جهت مبارزه با بیماری‌های مانند ویروس مسمومیت آدم و بیماری سیل برنامه‌های وسیع داریم. چه خیلی که می‌دانیم امروز بیماری سیل در تاجیکستان یک مشکلات خاصه را تشکیل می‌دهد. برای همین ما جهت تبابت و هم پیشگیری بیماری مذکور کوشش‌های ضروری به خرج داده ایستاده‌ایم. دیگر بیماری‌ها به مانند ویروس مسمومیت آدم و دیگر بیماری‌های سیرتی را در بر می‌گیرد که برای مبارزه آنها ما با جمهوری تاجیکستان کمک کرده ایستاده‌ایم. این یک سمت همکاری ما می‌باشد. بخش دیگری همکاری ما مساعدت بر رشد اقتصادی می باشد. در این جاده ما برای بلند برداشتن نیروی کارخانه‌های گوناگون، جهت تغییر دادن و بهتر کردن ساختارهای موجوده و اینچنین بلند برداشتن اقتدارهای کارخانه، لایحه‌های گوناگون را عملی کرده ایستاده‌ایم. هدف از این کارها آن است که صاحبکاران تاجیک توانند فعالیت خوب را به راه مانند، استحصالات را رشد دهند و اینچنین محصولات زیادتی خود را به خارج صادر کنند. ساحه دیگری همکاری ما بخش معارف می باشد. روز گذشته من به یک مکتب اینترنت در شهر حصار سفر کردم. در آنجا ما 2000 دانه کتاب را با حروف برایل به کودکان بینویششان سوز تقدیم نمودیم. این کتاب ها به کودکان برای تحصیلات فراگیر به آنها کمک می کند و امکان می دهد که آنها در مکتب های مقرری با دیگر کودکان درس خوانند.
علاوه بر این گفته میتوانم که بسیار آموزش‌ها از طرف برنامه‌های ما عملی شده ایستاده است. یکی از مرکزهایی که ما دستگیری می‌کنیم مرکز تحصیلاتی منتسل میباشد که در آنجا با صاحبکاران و نمایندگان قشرهای گوناگون اهالی جهت براه ماندن و رشد فعالیت صاحبکاری آموزش‌های گوناگون پیشنهاد کرده می‌شود. تشکر. سوال دیگرم این بود که در تاجیکستان نظرها به یاری‌های بشردوستانه به خصوص از کشورهای غربی یکسان نیست. بعضی‌ها در پشت این کمک‌ها مقصدهای پنهانی را جستجو کردن می‌خواهند. پاسخ شما به این تنقیدها چی است؟ اگر از نام حکومت آمریکا و مخصوصاً آژانسی USAID گپ زنم، با باوری تام گفته میتوانم که فعالیت ما پورا شفاف است. ما همه کار را شفاف اجرا میکنیم و در اینجا یگان مقصد نهانی دیگری نداریم. مقصد یگانه کمک‌های ما تأمین یک نظام پرقوت تندرستی، رشد اقتصاد و معارف میباشد. علاوه بر این ما با جامعه شهروندی کار میکنیم و آنها را دستگیری میکنیم. زیرا باور بر آن داریم که جامعه شهروندی و تشکیلات‌های جمعیتی یک شریک مهمی حکومت میباشند. در این زمان ما با یک چند تشکیلات‌های جمعیتی همکاری کرده ایستاده‌ایم. یکی از آنها تشکیلات جمعیتی اوستا می باشد. تشکیلات مذکور جهت تأمین طبابت و نظارت 60 بیماری گرفتار سیل با حکومت تاجیکستان کار می کند. البته نگاه بین 60 بیماری گرفتار سیل کاری آسان نیست. برای همین ما باور بر آن داریم که جامعه شهروندی می تواند بار گران حکومت را آسان کند. مقصد اساسی ما مساعدت به عملی شدن آرزو و آمال مردم تاجیک می باشد تا اینکه در تاجیکستان یک جامعه سالم در حال رشد و امن تامین کرده شود. با گزارش سازمان‌های حامی حقوق انسان، سالهای اخیر وضع حقوق بشر و آزادی‌ها در تاجیکستان بسیار محدود شد. نسبت سازمان و کشورهای غربی که به حکومت تاجیکستان کمک می‌کنند، این تنقید زیاد صدا می‌دهد که چرا در عوض این کمک‌ها رعایت حقوق انسان را از حکومت تاجیکستان طلب نمی‌کنند. USAID و دیگر سازمان‌های کمک رسان غربی در وقت ارسال کمک به حکومت تاجیکستان تا کجا رعایت حقوق انسان و تامین آزادی‌ها را طلب می‌کنند؟ The United States cares deeply about human rights. حکومت آمریکا وابسته به مسئله حقوق و آزادی‌های انسان اعتباری بی‌نهایت جدی می‌دهد. ما مسئله مذکور را با شریکان خود در همه وقت و زمان و در همه کشورهای دنیا از جمله در تاجیکستان می‌برداریم. روز گذشته من امکان داشتم با معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان واخورم و در این ملاقات نگرانی‌های خود را وابسته به آنکه امروز محیط برای فعالیت جامعه شهروندی تشکیلات جمعیتی طرف تنگ شده ایستاده است. البته گفتم اینچنین من نگرانی کردم که قانون نوی وابسته به فعالیت تشکیلات‌های جمعیتی که قبول شده ایستاده است می‌تواند فعالیت تشکیلات‌های جمعیتی را باز هم محدودتر کند. ما باور داریم که تشکیلات‌های شهروندی برای هر یک جامعه نقش مهم را می‌بازند. پیش از همه آنها در سمت پیشنهاد خدمت رسانی‌های گوناگون اگر نقش مهم بازند، از جانب دیگر آنها برای تأمین نمودن شفافیت در جمعیت نقش بی‌نهایت کلان دارند. برای همین ما باور داریم که در همه جامعه‌ها حتما برای فعالیت تشکیلات‌های جمعیتی یک محیط مساعد فراهم آورده شود. برای همین رعایت حقوق انسان، قانون‌های بین‌المللی و آزادی‌های اساسی انسان برای ما پرینسیپ مهم باقی می‌ماند. خانم ایزابل کالمن، شما همچون معاون دیرکتور USAID به کار این آژانسی عاید به مقابله با نفوذ چین و روسیه رهبری میکنید. آسیای مرکزی قریب 200 سال است که زیر نفوذ روسیه است. سالهای اخیر کارشناسان غربی همچنین از نفوذ گسترده چین در این منطقه نگرانی میکنند. شما نفوذ چین را در منطقه آسیای مرکزی چگونه میبینید؟ چین و روسیه به کشورهای آسیای مرکزی همسایه نزدیک می باشند. برای همین باعث تعجب نیست که آنها دوام 100 ساله ها به این کشورها تاثیر داشته باشند. از سبب آنکه هر دو این کشور با کشورهای آسیای میانه داد و گرفت نزدیکی تجارتی دارند و از جانب دیگر مناسبت های همسایگی هم هست. لیکن ما باور داریم که کشورهای آسیای مرکزی طی 30 سال اخیر استقلالیت به دست آوردند و این کشورها علاقه حقوق دارند که قرارهای خود را به طور آزادانه انتخاب کنند. آنها می توانند انتخاب کنند که با کی مناسبت‌های تجارتی داشته باشند و البته می توانند سیاست خارجی خود را موافق صلاح پیش برند. امروز بیشتر کشورهای آسیای مرکزی سیاست خارجی گوناگون سمت را پیش میبرند و این را ما البته احترام میکنیم. ما سرحدهای بین‌المللی و استقلالیت کشور را در سطح بلند احترام میکنیم و از جانب دیگر
پرینسیپ های شفافیت و حساباتناکی رو پیگیری میکنه. من پیش از سفر به کشورهای آسیای مرکزی هفته گذشته در اوکراین قرار داشتم. با اونجا سفر کردم و گفتم میتوانم که امروز روسیه سرحدهای بین المللی و آزادی دیگر کشورها را احترام نمی کند. روسیه حدودهای کشورهای همسایه خود را غصب کرده بود. پیش از این به گرجستان هجوم کرده بود و سال 2014 یک قسم اوکراین را از خود کرد. امسال هجوم خود را علیه اوکراین دوام داده ایستاده است. این کار همسایه‌داری نیک به حساب نمی رود. امروز روسیه انشاءات‌های ملکی اوکراین را خراب کرده ایستاده است و این کاری خوب نیست. ما امیدواریم که کشورهای آسیای مرکزی استقلالیت و آزادی خود را نگاه می‌دارند و البته آینده خود را زیر نظارت خودشان نگاه خواهند داشت. آیا فکر میکنید که به استقلالیت کشورهای آسیای مرکزی یگان چیز تهدید جدی جای دارد؟ من باور دارم که این خیلی نیست. شنیدم که روسیه نسبت بعضی کشورهای آسیای مرکزی تهدیدهای کرده است، لیکن از جانب دیگر من باور دارم که کشورهای آسیای مرکزی آزاد و مستقلند و استقلالیت خود را میتوانند نگاه دارند. ما امروز طرفداری همگرایی منطقوی می باشیم که این نشان دهنده در سمت منطقه به طور دینامیکی پیشرفته ایستاده است و امیدواریم که کشورها می توانند رشد و نمو خود را تامین کنند. پیش از این من درباره نفوذ چین به کشورهای آسیای مرکزی پرسیدم. چین به اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است تمام 20 سال اخیر. ولی در عوض ما سرمایه گذاری چشمرس کشور و شرکت‌های غربی را نمی‌بینیم. در چنین شرایط چگونه می‌شود که کشورهای آسیای مرکزی زیر نفوذ چین نروند در حالی که میلیاردها دلار سرمایه می‌گیرند؟ سرمایه گذاری ها از این یا آن کشور یگان جای بدیه ندارد. البته پیش از تطبیق نمودن چنین سرمایه گذاری ها ما باید شفافیت را تامین کنیم و بدانیم که این سرمایه گذاری ها برای چی روانه کرده می شوند و شرط و شرایط آنها از چی عبارت است. بسیار کشورهای وجود دارد که از دیگر کشورها قرض بی‌نهایت زیاد گرفتند. بیشتر این قرضها از چین آمده است و امروز برای بازگردانی این قرضها مشکلات‌های زیادی به سر آن کشورها آمده است. مهم این است که در این کشورها مردم نمی‌دانستند که این قرضها کی و با کدام شرط و شرایط گرفته شدند. یکی از چنین کشورها شریلانکا میباشد که از سبب چنین سرباری زیادی قرضها کشور مفلس شد. البته بیشتر قرضهای شریلانکا از چین بود. برای همین هم ما باید از چنین حالت‌ها پیشگیری کنیم. از جانب دیگر خود سرمایه‌گذاری و سودا البته نتیجه مثبت می‌دهد. از همه مهمش در اینجا باید به شفافیت اعتبار دهیم و مردم باید داند که این قرض‌ها با کدام مقصد گرفته می شود. نکته مهم دیگر که به آن باید اعتبار دهیم آن است که مناسبت‌ها باید مناسبت‌های حسنه باشند و برای هر دو جانب موافق مقصد و فایده آور باشند. یک نکته دیگر را می‌خواستم بگویم که چقدر که محیط سرمایه‌گذاری شفاف باشد، ولایت قانون در کشور تامین باشد، قانون‌های کشور باورناک باشند و نظام اندازبندی شفاف باشد، همون قدر می‌تواند به وارد شوی سرمایه‌گذاری به کشور مساعدت کند. شکرزاد خانم ایزابل کالمن اینجا همکاران شما اشاره دارند که فرصتی ما به انجام رسید. فقط خیلی کوتاه میگفتید که دورنمای کار یوساید در تاجیکستان را چگونه می‌بینید؟ چخیلی که شما در اول ذکر کردید، یوساید به تاجیکستان میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری کرده است و البته ما نیت قطع کردن این کمک ها را نداریم. زیرا ما امروز یک همشریکی بسیار قوی داریم و نیت داریم آن را در آینده دوام دهیم. من امروز امکانیت داشتم در صحرا از بعضی برنامه‌هایی که با کمک یوساید تطبیق شده ایستادند دیدن نمایم. در دایره این سفر من با زنی واخوردم که با کمک و دستگیری یوساید یک تجهیزاتی برای تازه کردن پیسته خندان خریده است و در نتیجه این کمک او توانست که درآمد خود را 5 مراتب زیاد کند. این زن بسیار کارمندان را به کار قبول کرده است. از بانک قرض گرفته آن را ثمرناک استفاده می‌برد و در عموم امکان دارد که تجارت خود را به طور نظررس وسیع نماید. اینچنین من از یک کمبینت استحصال محصولات شیری بازدید کردم که صاحبش پیشتر به استحصال یخ ماست مشغول بود. حالا با شرافت کمک یوساید توانست که فعالیت خود را با استحصال پنیر وسیع نماید.
این شرکت محصولات شیری از جمله پنیر رو به مغازه‌ها به فروش برآورده توانست درآمد خود را 2 مراتب زیاد کند. اینچنین ما با دهقانی واخوردیم که با کمک USAID نوی قلف نی را پرورش کرده ایستاده است. در حالی که نوی عنعنوی قلف نی تاجیکی 1 یا 2 روز می‌ایستاد، نوی قلف نی که این دهقان با کمک USAID پرورش کرده ایستاده است میتواند دوام 12 روز صفت خود را گم نکند. این امکانیت می‌دهد که دهقانان محصولات خود را به قسمت‌های دیگری تاجیکستان برده به خریداران پیشنهاد و به این وسیله تجارت خود را وسیع نمایند. تمام این لایحه‌ها امکانیت داده ایستاده است که بهره برندگان بیشتر درآمد به دست آورند، فعالیت خود را وسیع نمایند و از همه مهمش تکنولوژی و تجهیزات‌های نو وارد نموده برای بهتر نمودن سطح زندگی مردم تاجیکستان سهم خود را گذارند. با این واسطه ما می‌خواهیم تاجیکستان رشد خود را دوام دهد. برای همین ما نیت داریم که این همکاری‌ها را بین USAID و تاجیکستان در سال‌های من بعد دوام دهیم. And USAID will continue to partner with Tajikistan to make that happen in the coming years. خانم ایزابل کولمن تشکر برای فرصتی که اجازه کردید.